مقصد اومدن مینداری از روبریتی هفته‌آور استیر برای ماتریال‌های زمانوی برای درکی واقعی حیات امروزی جامعه برای سعی و کوشش برای اصلاح کمبودی‌هایی که در روزگار ما و شما هستند در حیات به همین مقصد و دعوت نمودن رهبریت هفته‌آور استر به ناحیه توشک‌آباد به خاطر دیدن محیط ناحیه توشک‌آباد و تماشا کردن و دیدن و از حال احوال مردم آگاه شدن. تمام. شما کتاب اشونبالا را خواندید؟ کتاب اشونبالا نخوندیم. کتاب نه من اصلا اولی تحصیل من از اینستیتوت دولتی پداگوژی شهر کولاب آغاز شده است. من از نقل شخصیتی اشونبالا را از مردم مستفیدای شهر کولاب منطقه کولاب آگاه شدم. در اون لحظه ما نمیدونستم که اشونبالا از وادی رشت مخصوصا از دهه ما است. بعد کدام دهه؟ دهه کچیکزی حاضره نامش سریپور حاضر عینا نامش نام دهه سریپور نام دارد. خب بعد آگاه شدیم، بعد ماتریال‌ها رو خوندیم، بعد فهمیدیم که در بلوچستان در آثارخانه ناحیه بلوچستان در خطر شمشیر قهرمان خلق تاجیک واسه دیمین شمشیری خدا رحمتی اشونبالا جا گرفته و مردم منطقه کولاب از اشونبالا را صفت میکنند همچنین انسانی که برای حالتی بهبودی همین منطقه خدمت‌های شایسته کرده است. انا امروز نصیب دست اومدیم یکم فقط مینداری کردیم روبرت دعوت کردیم بیان یک بار بینن وطن خب گذشتگاهشو بینن دعا و درود میکنن یک چی میکنن میشه بهتر خوبتر میشه. عموما از اشونبالا در مو وادی توشک‌آباد یکم چیز مانده است یا نه؟ همه خشتبارش هستن، همه خشتبار زنده است هست سلامت. خشتباره که خوب آگاهانه حال احوالی که اشونبالا خب مزارا چی هاشو هستن؟ قبرستان هاشو هستن، قبرستانی که گذشتگی هاش دفن شدگیم همی هاش هستن. خب هستن همه شما میاد حاضره امروز نمیزه قبرستان هم آدم هاشون اونجا که وقتی برای مردم خیلی حسابه شه با صحیفه های زیاد اشکارو میشه. من همه که اخی کتاب دسترس شدگی نیستم اونو اشونبالا را در اندیشه من اشونبالا اگر دیگر طرفش مونیم اومد شخصیتی که برای تازگی ملت تاجیک جانبازی ها کرده، برای تازگی ملت، برای اون که خلاصه همین همیشه کفایگی میکنه برای تازگی ملت جانبازی کرده. انا مثل تقدیری حیات آخرینی اشونبالا ما گفتم که معلومات کافی ندارم. کتاب نخوندم. عموما اشونبالا همچین جنگاور خب در تاریخ در منطقه کولاب همچون یک شخصیت جسور و چالاک و ناترس و عموما آدمی که به خاطر تازگی ملت در هم منطقه از دیگر من اجنبی ها آزاد و تازه کردن منطقه کولاب سهم گذاشته گه. انا این شمشیر همون خیلی شمشیر دیگه نیست. خیلی از واسه بود شمشیرش که مثال سرداری شورش خلقی بود و با مقابل اصلاحگران مثال امارات بخارا و دیگران خیلی مبارزه می بود که کار تا جا کشید
همچه تلاش کرد انا همی ایشون بالا انا همی که شخصیت بالا ایشون بالا یک شخصیت هیچ وقت هیچ کار کردن نمیتونه هیچ وقت هیچ کار کردن نمیتونه حتما طرفدارش داشت حتما که با هم گروهی مثلا میگم وقتی حالا کتاب بخونیم بعد متن اصلا اجدادو از کجا اومدن اجدادو همین اوتسری که من 30 سال وقتی انا معلومات دارم دهه چیزی حاضر سریپور قبرستانه همین یک دو هفته پیش یک علماش گفتم گفت که این هم چی گفت قبری بوبی کلمه انا ایشون بالا گفت این هم نمیشه این اشاره کرد هم آدم ها حال زنده هم برای بازی منش کردی اگر بیفتم منش کردی؟ آره که هر دو مالکه شد و مکی چطور مالکه مخصوم فزای هم توچکو بود این قشنگ موهایه اون قشنگ مخصوم فزای حوزیره نه وای خدمت تاریخی شمیره که وای ای قرغزو هم چون توزه کرد توچکو بودن وای قرغزو اگر ولی یکون چی میشه باور که کمسالو میگن تو حتی توجی که بس میکشن زنده و زنده تو چی درجه درشت بود در توچکو بود؟ در ابتدایی سالهای 20 فهمیدی انهمی مخصوم فزای انهمی چی را توچکو بود توزه کردگی انهمی باسمچه و انهمی دیگه گروه انهمی مخصوم فزای نه یا یک شخصیت هستن که شخصیت تاریخی که برای ملت خدمت کردن امروز مثال افتخارم که ملت در همون دور وقت ساعتش صاحب بیافته من پیشوهان بیافته من همینطور